خدا کیست؟ خدا چیست؟ اگر هست چرا نیست؟ اگر نیست چرا بر در متروکه بکوبم؟ اگرم هست چه کاریست که مخفی شده از خلق خدایی که موظف به خدایی است؟ شبی از لب یک مست شنیدم که به اثبات خودش گفت خدا ساخته ذهن بشر بوده، خیالی است. یکی فاز به فرگشت و یکی گفت انرژی است و دیگر نفری گفت خدا از پدران آمده، ارثی است. منم درک خودم راز خداوند بگویم، همو هست همو نیست، هم هستی ز خدا بوده همو خالق هستی است. خدا در دل مستی است که دائم پی پیمان پرستی است و هم خالق پیمانه و مستی است. خداوند ضمیر است، نه میرا و نه فانی است، نمیر است. خدا خالق دانشکده و دانش و شاگرد و مدیر است و هم حس به مسئولیت درس دبیر است. خدا لقمه پرچرب شبانگاه امیر است. خدا تکه نانی به دو دستان فقیر است. خدا بخشش اعدامی در بند اسیر است. در مکتب زرتشت ملقب به اهوراست. الله همان یهوه موسیٰ است، هم خالق بوداست هم خالق عیسی است. او خالق دنیاست.